شماره 31 فورس یکی از رؤسای دنیای تاریکه. به عنوان یه مرد قدرتمند ظاهر میشه و 29 لشکر شیاطین ازش پیروی میکنن. این شیطان شکست ناپذیره، جای گنج و دفینه ها رو میدونه و میتونه چیزهای گم شده رو برگردونه. همینطور میتونه مردها رو شوخ یا نامرئی کنه و به اونا عمر طولانی بده. شماره 32 آسمودی یا آسمودئوس یکی از پادشاهان دنیای تاریکه. سوار اژدها و 3 تا سر داره، گاو نر، قوچ و سر انسان. 72 لشکر از شیاطین تحت فرماندهی خودش داره و معروف به پادشاه جن. این شیطان سعی میکنه مردم رو وسوسه کنه و به انحراف بکشه. آسمودی توزیع کننده اصلی انرژی حسادت و ویران کننده ازدواج هاست. شماره 33 گپ یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل انسانهای مختلف ظاهر میشه و به 66 لشکر از شیاطین فرمان روایی میکنه. این شیطان به عنوان موجودات مختلف رفتار میکنه. میتونه مردها رو احمق و زنها رو نابارور کنه. شماره 34 فورفور از یک خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه. یک گوزن بالدار با صدای خشن و کلفت و نفسی بدبو. فرماندهی 26 لشکر از شیاطین رو به عهده داره. این شیطان دروغگوه مگر اینکه مجبور باشه وارد مثلث جادویی بشه. اونجا جواب صحیح رو میده. طوفان و رعد و برق ایجاد میکنه و در مورد مسائل مخفی و الهی دانش داره. شماره 35 مارکوزیاس یکی از مارکی های دنیای تاریکه که به شکل گرگی بالدار با دم ماره. 30 تا لشکر از شیاطین تحت فرماندهی خودش داره. به درخواست جادوگر و احضار کننده به شکل مرد تبدیل میشه. این شیطان یه مبارز نیرومنده و به تمام سوالات پاسخ درست میده. شماره 36 استلاس یکی از شاهزاده های دنیای تاریکه. به شکل جغدی که رو سرش تاج ظاهر میشه و 26 لشکر از شیاطین رو تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان در مورد گیاهان و سنگ‌های قیمتی آگاهی داره و یکی از اساتید نجوم دنیای تاریکه. شماره 37 فنکس یکی از مارکی های دنیای تاریکه. اون یک ققنوسه که 20 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره. اگه این شیطان جایی احضار بشه به حالت آواز نوت‌هایی رو با صدای کودک میخونه که به شدت دلنشینه، اما اهالی حاضر تو اون مکان باید مراقب باشن که ملودی رو گوش ندن. فنکس استاد علوم شگفت‌انگیزه. شماره 38 آلفس از یه خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه. اون یه مبارزه و به شکل آدم با سر کلاغ ظاهر میشه که صدای ناخوشایندی هم داره. فرمانده 26 لشکر از ارواحه. این شیطان طرفدار جنگه، سلاح و مهمات رو تهیه میکنه و مردها رو به جنگ میفرسته. شماره 39 مالفس یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل پرنده سیاه با دست و پای بزرگ ظاهر میشه. 40 لشکر از شیاطین رو تحت فرماندهی خودش داره و به درخواست جادوگر و احضار کننده میتونه تبدیل به مرد بشه. این شیطان فریب میده و خواسته ها و افکار مثبت رو از بین میبره. شماره 40 راهم از یک خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه که به شکل کلاغ ظاهر میشه و فرماندهی 30 لشکر از شیاطین رو به دست داره. به درخواست جادوگر و احضار کننده به شکل مرد تبدیل میشه. این شیطان مسائل رو از گذشته و آینده میدونه و معروف به سارق و دزدی میکنه و کسانی که قصد سرقت دارن رو یاری میکنه. شماره 41 فوکالور یکی از دوک‌های دنیای تاریکه که به شکل مردی با بال ظاهر میشه و 30 لشکر روح رو تحت فرماندهی خودش داره. این شیطان انسانها رو میکشه، اونا رو غرق میکنه و کشتی‌های جنگی رو سرنگون میکنه. فوکالور به باد و دریا قدرت داره. شماره 42 بپار یکی از دوک‌های قدرتمند دنیای تاریکه. اون یه پری شیطانیه که 29 لشکر شیطان ازش دستور میگیرن. اون آبها رو اداره میکنه و توانایی طوفانی کردن امواج دریا رو هم داره. این شیطان
کشتی‌های زرهی و مملو از مهمات و سلاح رو تو دریا و اقیانوس‌ها راهنمایی میکنه. شماره 43 سپنک یکی از مارکه‌های دنیای تاریکه که به شکل سربازی با زره و سلاح با سر شیر و سوار اسب ظاهر میشه. 50 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره. برج‌ها و قلعه‌های بلند میسازه و اونا رو با سلاح و مهمات مجهز میکنه. این شیطان میتونه به مردها آسیب فیزیکی برسونه و زخمایی که به وجود میاره رو آغشته از بیماری کنه. شماره 44 شکس یکی از مارکه‌های دنیای تاریکه که به شکل لک با صدای ناخوشاینده، ولی به محض ورودش به مثلث جادویی به صدای زیبا تبدیل میشه. فرماندهی 30 لشکر شیطان رو به دست داره. میتونه بینایی، شنیدن و درک هر شخصی رو بگیره، از خونه ها پول و اسب بدزده و افراد رو فریب بده. این شیطان دروغگوه مگر اینکه مجبور باشه وارد مثلث جادویی بشه. شماره 45 واین یکی از پادشاهان دنیای تاریکه. به شکل شیری سوار اسب که یه افعی رو حمل میکنه ظاهر میشه. این شیطان میتونه دیوارها رو تخریب و دریا رو آشفته کنه. همچنین میتونه به سوالات راجع به گنجینه ها و اسرار پاسخ بده و اشیا رو مقدس کنه. شماره 46 بیفرونس از یه خانواده سلطنتی تو دنیای تاریکه که به شکل هیولایی بزرگ ظاهر میشه. به 60 لشکر روح دستور میده و استاد طالبینی و هندسه است. این شیطان اجساد رو به داخل گورهای مختلف منتقل میکنه و روی قبرها شمع روشن میکنه. شماره 47 ویول یکی از دوک‌های دنیای تاریکه که به شکل شتر دیده میشه و فرماندهی 37 لشکر از شیاطین رو به عهده داره. از گذشته و آینده با خبره و با زبون مصری صحبت میکنه. شماره 48 آگنتی یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل یک گاو نر وحشی با بالهای گریفین ظاهر میشه. 33 لشکر شیطان رو اداره میکنه و میتونه تمام فلزات رو به طلا تبدیل کنه. شماره 49 کروسل یکی از دوک‌های دنیای تاریکه، یه دختر با بالهای گریفین که فرماندهی 48 لشکر از شیاطین رو به عهده داره. این شیطان میتونه بدن رو گرم کنه و توهم صدای آب ایجاد کنه. استاد علوم لیبراله و با آب در ارتباطه. شماره 50 فورکاس یکی از رؤسای دنیای تاریکه. شکل پیرمرد با موی سفید و ریشه بلند و سوار اسب به همراه یه نیزه بلند ظاهر میشه و حاکم 20 لشکر از شیاطینه. این شیطان یه موجود بیرحمه و قوی ترین طالبین دنیای تاریکه. شماره 51 بلم یکی از پادشاهان دنیای تاریکه که 3 تا سر داره. یه سر انسان، یه سر بز و یه سر گاو نر. با چشمای شعله‌ور و دم مار یه شاهین با خودش حمل میکنه و سوار یه خرس قویه. به بیش از 40 لشکر شیطان حکومت میکنه. میتونه مردها رو نامری کنه و به اتفاقات گذشته و حال و آینده پاسخ صحیح بده. شماره 52 آلوسیس یکی از دوک‌های دنیای تاریکه که شکل سربازی با سر شیر و سوار اسب دیده میشه. 36 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش داره و به آموزش نجوم و اعطای آشنایان میپردازه. شماره 53 کیم یکی از رؤسای دنیای تاریکه که به شکل ترکیبی از پرنده سیاه و یه مرد ظاهر میشه و همیشه شمشیر تیزی تو دست داره. 30 لشکر شیطان تحت فرماندهی خودش